سلام بچه‌های شیرین. امروز ما با شما با حرفی دیگری الفبا شناس میشویم. پیش از اون که به موضوع نو گذاریم بیایید حرفهای گذشته ما را تکرار نماییم. ما اول صدای کور رو تلفظ میکنیم. ا ا ای او آ. اکنون بیایید هم صداها را تلفظ میکنیم. ش خ ر پ ک گ د و م ن س ز ل پ. این حرفی ب است. حرفی ب حرفی همصدا است. حرفی ب در اول، مابین و آخری کلمه ها آمده می تواند. در این رسم ما برچه را می بینیم. کلمه برچه با حرفی ب سر می شود. برچه را هرپگاه می برم بچه را گاه. بر رسم های زیرین نظر می کنیم. در این رسم ما برگ را می بینیم. برگ. در کلمه برگ حرفی ب در اول می آید و در این کلمه 4 حرف هست. در رسم دیگر ما بیل رو می بینیم. کلمه بیل نیز با حرفی ب سر می شود و دارای 3 حرف است. در کلمه های باران، بوز، باغ نیز حرفی ب در اول می آید. حرفی ب در خط چنین نوشته می شود. در کتاب ما طرز نوشته حرفی ب و پیوست شدن ب کلان با ب خرد نشان داده شده است. بیایید حرفی ب رو در تخته صنف می نویسیم. ما با شما ب کلان رو نوشتیم. اکنون ب خرد رو می نویسیم. ب خرد چنین نوشته می شود. کلمه های زیرین رو می خونیم. برنا، برنا، بره، بره، با، خورسند، خورسند، با، بابا، خونوک، نوک، خونوک، بسید، بسید، آب، آب، بود، بود. کلمه بود چنین نوشته می شود. ب او د، بود. خواندن را دوام می دهیم. برنا، برنا، بره، بره، از رمه آمد، بره از رمه آمد. برنا، برنا، با، بره، بره، آب داد. برنا با بره آب داد. آب، آب، خو، نوک،
خونوک بود. آب خونوک بود. بابا برنارو بوسید. بابا برنارو بوسید. برنا خورسند شد. برنا خورسند شد. کلمه برنو چونین نوشته می شود: برنا. اکنون آب می نویسیم. آب. اکنون بیایید هجاهای زیرین رو می خونیم و با این هجاها کلمه می سازیم. بر، را، ما، نه، رو، شن. خب بچه های شیرین، شما می توانید که با همین هجاها کلمه بسازید. بیایید یک جای کوشش می نماییم. هجای بر با کدام هجا پیوست شده می تواند؟ بر را یک کلمه ما بساختیم. خوب. رما کلمه دیگر. مرو اینجا یک کلمه شد. روشن کلمه دیگر. روشن. شما می توانید که با همین طریق یک چند کلمه های دیگر نیز از همین هجاها با طریق پیوست نمودن هجاها بسازید. خواندن رو دوام می دهیم. خربوزه. تابستان. پاره. پدرم. بازار. بومزه. آورد. بود. پخت. خواندن رو دوام می دهیم. خربوزه. تابستان. آمد. خربوزه پخت. خربوزه پخت. پدرم از بازار. خربوزه آورد. پدرم از بازار خربوزه آورد. خربوزه رو. پاره.
کرد. او خربوزه رو پاره کرد. خربوزه، خربوزه شیرین و بامزه، بامزه بود. خربوزه شیرین و بامزه بود. بچه‌های عزیز، در همینجا درس امروزه ما به آخر رسید. خوشبخت و سربلند باشید.